کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از دو فلاکت خبر داد که هر دو تلفات جانی در پی داشتند. در نویه ووسه دخترچه 2 ساله در کانال نزد حولیه‌شان غرق شد. در نورآباد ماشینی که با سرعت بلند می آمد سبب مرگ دو مسافر شد. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده میگوید این دو حادثه از بی‌احتیاطی رخ داده و از هر دو حادثه میشد پیشگیری کرد. دخترچه‌ای که همگی 2 سال داشت از بی‌نظارتی والدان در آب کانال غرق شده است. این حادثه روز 9 ینوار سال روان در قلمرو دهه سفر امیرشایف جماعت خلبوق نویه ووسه ولایت قتلون رخ داد. دخترچه 2 ساله در آب کانال سرازیر شد و غرق گردید که از نزد خانه آنها میگذشت. جستجوی این کودک یک شبانه روز دوام کرد و بالاخره جسد او را پیدا کرده و به والدانش سپاریدند. 10 ینوار سال روان ساعت 15:00 دقیقه در کیلومتر 97 راه ماشینگرد دوشنبه نورآباد لخش هنگام حرکت از سمت نورآباد به سوی شهر وحدت ماشین تمغه اوپل استرا متعلق به ساکن 52 ساله دهه شادمانی جماعت موچخر و نویه نورآباد به جری 80 متر سر و زیر شد. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده میگوید یک سبب این فاجعه میتواند سرعت خیلی بلند حرکت ماشین باشد که راننده بعداً از عهده اداره آن نبرآمده است. هنگام فاجعه در این ماشین 4 نفر سوار بودند. با تلاش راهگذران راننده و یکی از مسافران زنده بیرون آورده شدند، اما متاسفانه 2 زن که یکی 49 و دومین 67 سال داشت در جای حادثه به هلاکت رسیدند. راننده و مسافر زنده مانده را با زخم‌های مختلف به بیمارستان نویه نورآباد آورده بستری کردند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده بار دیگر به ساکنان مراجعت میکند که خیلی احتیاط کار باشند، به خصوص رانندگان. آنهایی که مسافرکشانی میکنند باید بدانند که مسئولیت امنیت و بخطری همراهانش به دوش آنهاست. همیشه بالا بردن سرعت در راه‌های کوهی به خصوص در فصل زمستان که راه‌ها پر از برفند و یخ بستند و یا تمان راه را خیره کرده است خطر دارد.